بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، آمد عید سعید اضحی است و ما بیرون شدیم به خاطر خریداری البته مواشی و سنگا و گوسفند و بز. انشالله در عید سعید اضحی ما شما شاهد خود بودین مواشی زیاد خریداری میکنیم. البته این روند ادامه داره، شما نیز میتونین سهم بگیرین و کشور از ما، وطنان از ما بیش از هر زمان نیازمند هستند. شما این کار هم مشاهده میکنین، میتونین از طریق با ما ارتباط برقرار کنین. شما ما در کمال امانتداری این اصالت انجام میدیم. برادر عزیز ما امین جان، امین عزیز بفرمایید. میشه که ماشاءالله گوای وطنی است. کلش گوای وطنی است. سمت درجات میگه ماشاءالله. و اینمی چند کیلو وزن داشته باشه؟ اینمی گاو 154 کیلو وزن داره. ماشاءالله 154. و قیمتی در حدود؟ در قیمت یالی می گاو 61000 62000 تا قیمت 65000 اینطور میخونه. خب و به تمامش وطنی از گاوای وطنی است. سمت درجات میره، سمت تای کنجی مثلا، سمت ولایت بود، سمت بامیان. قلبي اطمئن فكلنا كالغيث للغيث.